محمد همرنگ ارسال میکنه به تیر دروازه برخورد میکنه و به کرنر میره. با برخورد به یکی از بازیکنان توپ به کرنر میره. ضربه محمد همرنگ خطرناکترین صحنه بازی امروز در دقیقه 5 این دیدار. روی ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک هستیم. امیدواریم این ضربه هم اثر بخش باشه برای ما. یه فرصت برای ما، چه کار میکنن امین متوسل زاده، فرصت و وای از بالای دروازه توپ به بیرون میره. هادی سهرابی هم اونجا افتاده بود. امین متوسل زاده از 6 قدم میزنه. چه رفلکس بدنی داشت این دروازه‌بان تیم نفت، چجوری توپو بیرون کشید. بعد از اون مجددا یه شوت دیگه از بازیکنای ما به دفاع تیم نفت برخورد میکنه و ضربه آخر رو کنان طاهرنژاد بود که به بیرون میزنه. 27 دقیقه و 30 ثانیه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. کنان طاهرنژاد دورخیز میکنه و حالا پرتاب میکنه توی محوطه جریمه. ضربه سر امین متوسل زاده و با اختلاف کم یه متری تیر دروازه به بیرون میره. ضربه امین متوسل زاده. پرتاب بلند رو باز هم کنان میفرسته روی سر بازیکن ما. حالا محمد مختاری، فرصت، چه دفاعی داره میکنه تیم نفت. فرصت برای حامد اکبری پور و میگیره دروازه‌بان تیم نفت امیدیه و عقب برمیگردن برای اینکه ریباند رو بی اثر کنن. حالا کنان طاهرنژاد میزنه، دو ضرب میگیره دروازه‌بان. میرفت که کار دست نفت امیدیه بده حسین نظیری ولی نشد. متاسفانه به گل دست پیدا نکردیم. امیدواریم که ما این بازی رو ببریم. از سمت چپ حسن رمضانی دریبل بزنه. حسن یه بازیکن رو از پیش رو برمیداره پشت محوطه جریمه. فرصت برای حسین نظیری و توپش ضربه روی پاش رو از بالای دروازه حسین به بیرون میزنه. 3 دقیقه فرصت داریم، فقط و فقط 3 دقیقه فرصت داریم غیر از اوقات تلف شده. روی سر شروین بزرگ ضربه سر رو میزنه برای حامد اکبری پور. حالا 3 در مقابل 1 ما. حامد بزن، حامد پاس برای حسن رمضانی. دروازه خالی رو نمیزنه. خدایا دروازه خالی رو حسن رمضانی نمیتونه باز بکنه. 2 دقیقه فرصت باقی است. خدایا حالا روی سر شروین بزرگ باز هم فرصت هست. امین متوسل زاده دور میکنن یاران تیم نفت امیدیه. ضربه سر رو میزنه، ضربه برگردون به تیر میخوره برگردونه حسن رمضانی. این دومین تیری که ما میزنیم. ای خدا شانس هم نداریم. 1 دقیقه فرصت باقی است. داور حالا میاد 5 دقیقه باید وقت تلف شده رو منظور بکنه. فرصت دارن خطرناک. نصرالله درفشی نباید اجازه 1 و 2 بدن، نمیدن. حسین نظیری توپ رو کنترل میکنه. حالا ما 4 تایمون 3 نفر. بیا حامد برای امین متوسل زاده. امین سر بالا برای حامد اکبری پور. توپش رو دور میکنن. امین سرش پایین بود، ندید حامد اکبری پور رو. مصطفی حاجتی توپ رو کنترل میکنه یا خیر. حالا اونا 4 در مقابل 3 جلوی ما هستن. 1 دقیقه فقط فرصت داریم. آها فرصت برای حامد، دریبل میزنن، دروازه خالی، به تیر دروازه بازم. خدایا با ما یار نیستی. شد بازم یار با ما نیست. ندیدی تیر دروازه خالی که حسن رمضانی باز هم به تیر دروازه میکوبه. باز هم تیر دروازه. تموم شده 90 دقیقه. وقت تلف شده هم تموم شده. کنان طاهرنژاد بفرست تو دروازه. ضربه سر از شروین بزرگ. باز هم به تیر. یا خدا باز هم به تیر. ما نمیخوایم گل بزنیم. شروین بزرگ هم به تیر میکوبه. ای خدا که باز هم شروین بزرگ به تیر میکوبه. توپ توی گل بود یا خیر نمیدونیم. تصویربردار ما گرفته. گل بود. حامد الطافی برادر من هم گرفته تصویر رو میگه گل بود و گل نبود از دید داور. ضربه سر شروین بزرگ. بزنید بچه ها، سوت رو نزن داور. شروین بزرگ، حسن رمضانی، باز هم شروین بزرگ
4 بار ما زدیم به تیر، 2 بار حسن، 1 بار شروین، 1 بار محمد همرنگ. حسن رمضانی این بار بزن پسر، نمیزنه با روی پا. آخه اون چه شوتی بود تو زدی پسر، چه شوتی بود. و تمام و تمام و تمام و تمام و افسوس و تمام و افسوس. 4 تا تیر زدیم ما دوستان خوب من، 4 تا تیر زدیم دوستان خوب من. حالا چی کار باید میکردیم که نکردیم که توپای ما به دروازه نرفت. ما 4 تا تیر زدیم که نمیدونم واقعا چی باید بگم. تموم شد و ما 3 امتیاز رو از دست دادیم. تموم شد و ما 3 امتیاز رو از دست دادیم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم، من رو ببخشید. اما 1-1 مساوی شد و بازی تموم شد. همه روی زمین نشستن.